توجه میکنیم اکنون با فرصت دیر انتظار با لحظه که خیلی هم پزمان شدیم. سعید ابرارов حالا در میدان است. پهلوانی جوان جمهوری تاجیکستان با لباس های ورزشی کبود و پریر ورزشگر 22 ساله بریتانیای کبیر با خلعت سفید. اکنون میدانداری پهلوانان در دور دوم چگونه صورت میگیرد. میکائیل فرایر سعید ابرارов از مسابقات گرند سلام نتیجه بهترش در گرجستان مدال برنجی است. این از آن دلالت میکند که در میدان امروزه هم باید که جدی‌تر مناسبت کند و این نتیجه را و این موفقیت را باز هم نگاه داشته تواند در مقابل نماینده انگلیا. در مادرید در جام اروپا پهلوان انگلیا مدال برنجی دارد. در 3 سال اخیر از سال 19 تا 22 همین موفقیت را به دست آورده است و خلاص. با سعید ابرارов شیدا دادن ما بسیار هم خوف و خطر زیاد رو میبینیم از حالت هایی که سعید ابرارов در 2 مسابقه گرند سلام هم منظوری ما کردند. هر دو هم سالند. نتیجه ها اندک تفاوت دارد اما این معنای آن را ندارد که سعید ابرارov در جریان نیروسنجی باز هم حرکتی بله باید صرف فوری گل باشد، جدی‌تر با سرعت‌تر رقابت کند و اکنون اکثر تلاش‌های سعید ابرارov هم همون پوشناکی خاتمه می‌یابند. اکنون سعید ابرارov این راه را ادامه می‌دهد. نسبت به دیگران با ویرو که در مبارزه با سعید ابرارov کامیاب شده بود این چهره آنقدر تجربه غنی و شایسته ندارد. شهباز میتواند که باز هم بهتر مقابلیت نشان دهد، باز هم جالبتر رفتی سبقت را تیزاند، از حالت پرتری رها یافت. خیلی خوب هستیم. به حالت اوله برگشتن برای سعید ابرارov مفید است فکر میکنم نسبت به آن حرکت هایی که در زمین باز به میان می آیند. بله محمد عبدالرحمن سرمربی منتخب جودوی کشور با سعید ابرارov یک اشاره کرد، این هم به سبب نیست. مجرای حمله یا سمتی هجوم را باید دیگر کند شهباز. در یک ویژه برنامه که چون با کارشناسان هم صحبت کردیم سبب روبرو شدن این چهره آینده جودوی کشور را به همان نقص و علت ها بیشتر در آن میدونستیم که سعید ابرارov البته باز هم ببینید که شیدو به هر دو دادن اما سعید ابرارov اکنون اینجا با مجازاتش اندک خطر هم دارد چون دو شده دارد و حقی دیگر اشتباه کردن رو ندارد پهلوانی ما. ببینید که در میدان دقیقه آخرین برایش چه ثمر می آورد. حالا این کوشش و همون حالت پشتناکیه که میخواست پهلوانی تاجیکستانی رو هوا دهد موفق نشد. این طرز گوشتینگیری پهلوانی انگلیا هم برای سعید ابرارov خطر زیاد ایجاد نکرد. اوی 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 بازاری دقیقاً سعید ابرارov توانست که در همین فرصتی خیلی جالب و جاذب
یک لحظه مناسب رو دریابد، دو امتیاز اول رو به دست آورد در ثانیه های آخرین. نگاه داشت یعنی همین فاصله نو است از آنه که وزری به دست می آورد یا نه. کافیش 4 3 2 1 و نهایتا هم پیروزی ورزشگر تاجیکستان به همه ما و شما مبارک باشد. در نهایت سعید ابرارов از همان لحظه ای که انتظارش نبود کار را سامان داد. در همان فرصت نهایی که الکی در زمین بود خیلی بهتر و خوبتر و جالبتر بود که وزر گیره و به دور بعدی برآمد. خوشبختانه اکنون اندک طبع تماشابینان و ما هم شاد گردید.